زعفران افغانستان با کیفیت و طعم ویژه‌اش توجه بازارهای جهانی را به سوی خود کشانیده است. با گفته کنسرسیوم زعفران افغانستان، با افزایش مشتریان جهانی طلای سرخ کشور، صادرات زعفران به بازارهای دسته اول جهانی بیشتر شده است. در قسمت صادرات ما رونق خوبی داریم. بیشتر از مارکت‌های دنیا زعفران افغانستان را تقاضا میکنه و از اون جایی که زعفران افغانستان با کیفیت بسیار مرغوب و استاندارده و همچنین همیشه با آزمایشات لابراتواری به دسترس مشتری‌ها قرار داده میشه. زعفران افغانستان بهترین و با کیفیت ترین زعفران جهان است. زعفران کشور به ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، برخی از کشورهای عربی، چین و هند صادر می شود. صادرات زعفران نسبت امسال در 3 ماه اول سال تقریبا حدود 4,500,000 دلار احتوا میکنه که 2900 کیلو به خارج کشور صادر شده. با وجود افزایش صادرات، انتقال پول فروش زعفران از کشورهای دیگر به افغانستان هنوز هم یک چالش جدی شرکت‌های صادرکننده زعفران گفته می شود. پول بسیار به سختی می آید. اگر پول مثال مستقیم نمیتونه بیایه، بعد از طریق یک اکانت باشه، از طریق اکانت هم که باشه اونجا میره به بررسی میره که این پول چه کار شد، کجا رفت، ایتو شد 100 تا مشکلات سر رای که همین پول قرار میگیرم. یعنی پول بیش از 2 ماه طول میکشه تا به دست صاحب خوب و دست مشتری برسه. بر پایه آمارهای اتحادیه زعفران افغانستان، امسال بیشتر از 40 تن زعفران در کشور برداشت شده است. با گفته مسئولان این اتحادیه، 12,000 هکتار زمین در کشور زیر کشت زعفران است که بیشتر از 80,000 تن در کشت و برداشت زعفران مصروف به کار هستند.